تازه‌ترین خبرها به روایت شاهدان عینی و گزارش‌های میدانی. کمپ جهژنیکان حزب دموکرات بار دیگر مورد حمله قرار گرفت. در موج جدید حملات سپاه پاسداران به کمپ‌ها و محل اسکان خانواده‌های حزب دموکرات در اقلیم کردستان، کمپ جهژنیکان بار دیگر هدف قرار گرفت. در این حمله جدید جمهوری اسلامی که ساعت 12 ظهر امروز شنبه 23 اسفند انجام شد، 3 موشک به کمپ جهژنیکان اصابت کرده است. کمپ جهژنیکان شب گذشته نیز هدف چندین موشک قرار گرفته بود. همچنین در 2 روز گذشته محل زندگی و اسکان خانواده‌های حزب دموکرات در نزدیکی کویه به طور مداوم هدف حملات موشکی بوده است. حملات موشکی جدید جمهوری اسلامی به کمپ خانواده‌های حزب دموکرات و دیگر احزاب سیاسی کردستان ایران در حالی صورت می‌گیرد که ائتلاف احزاب سیاسی کردستان ایران در تازه‌ترین بیانیه خود از جامعه جهانی خواسته بود علیه حملات مداوم این رژیم و شبه نظامیانش به اقلیم کردستان و کمپ‌های مدنی احزاب کردستان ایران در 15مین روز جنگ 10 نقطه در ایران هدف قرار گرفتند. در ادامه عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، شامگاه جمعه 22 و بامداد شنبه 23 اسفند یکی از گسترده‌ترین موج‌های حملات هوایی علیه اهداف نظامی در داخل ایران انجام شد. مهمترین رویداد این عملیات حمله ارتش آمریکا به جزیره خارک بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام به دستور او تمامی اهداف نظامی در جزیره خارک را منهدم کرده است. همزمان گزارش‌هایی از حملات گسترده در شهرهای تهران، کرج، شیراز، اصفهان، سیرجان، کیش، اسلامشهر، تبریز، ارومیه و شهر خور در لرستان منتشر شده است. در تهران چندین زیرساخت نظامی، پست‌های بازرسی و مراکزی از جمله پژوهشگاه فضایی ایران هدف قرار گرفتند و در برخی مناطق غرب پایتخت برق برای چند ساعت قطع شد. گزارش‌ها همچنین از حمله به صنایع الکترونیک وابسته به وزارت دفاع در شیراز، پایگاه نیروی دریایی سپاه در سیرجان و یک پایگاه موشکی سپاه پاسداران در ارومیه حکایت دارند. در تبریز نیز پس از صدور هشدار برای تخلیه منطقه، بخش‌هایی از منطقه صنعتی غرب این شهر هدف حمله قرار گرفتند. گزارش‌های میدانی از حملات در یزد و قزوین شنبه 23 اسفند. بر اساس گزارش‌های شهرلندی، بعد از ظهر امروز چندین انفجار در یزد و قزوین شنیده شده است. یزد بین ساعت 15:25 تا 15:30 گزارش شده که پایگاه موشکی پشت پارک کوهستان هدف قرار گرفته و دود و دست کم 6 صدای انفجار شنیده شده است. به گفته منابع محلی، صبح امروز نیز از همین منطقه 2 موشک پرتاب شده بود. قزوین حدود ساعت 15:35 دوباره صدای انفجار گزارش شده است. شهروندان میگویند شدت انفجارها مشابه انفجارهای حدود ساعت 13 بوده که در آن زمان نیز چند صدای انفجار از مناطق دورتر از شهر شنیده شده بود. جزئیات دقیق درباره محل دقیق اهداف یا میزان خسارات هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. نیروی هوایی اسرائیل بیش از 60 دستگاه مهندسی را که به منظور تلاش بازسازی سایت‌های ذخیره موشک رژیم تروریستی ایران از آنها استفاده می‌شدند هدف قرار داد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره نابودی 5 هواپیمای سوخترسان در یک فرودگاه در عربستان سعودی اعلام کرد این خبرها گمراه کننده و نادرست است. او نوشت که این پایگاه چند روز پیش هدف حمله قرار گرفته، اما هواپیماها نه هدف قرار گرفتند و نه نابود شدند. به گفته ترامپ، 4 فروند از 5 هواپیما تقریباً هیچ آسیبی ندیدند و همکنون دوباره در حال خدمت هستند و تنها 1 هواپیما آسیب بیشتری دیده که آن هم به زودی دوباره به پرواز باز خواهد گشت.